اگر می‌خواهید درباره مدیریت و چگونگی ایجاد یک جریان بدانید، بیایید با هم در 3 دقیقه ببینیم و بررسی کنیم که چگونه یک جریان شروع می‌شود و به نقطه پایان می‌رسد. یک رهبر یا یک مدیر باید جرأت این را داشته باشد که تک و تنها در میان جمع برخیزد، اگرچه از نقطه نظر دیگران مضحک به نظر بیاید، اما کاری که می‌کند خیلی ساده است و در واقع برای دیگران نوعی آموزش است که چگونه آن را دنبال کنند. حالا زمانی است که نخستین دنباله رو پیدا می شود و نقش او بسیار مهم و اساسی است. اگر دقت کنید، رهبر به عنوان یک فرد برابر از او استقبال می کند. در نتیجه دیگر مسئله به پیروی از یک رهبر محدود نمی شود و مسئله جمعی است. دنباله رو اول از دوستان خود می خواهد به آنها ملحق شوند. نخستین دنباله رو بودن چیزی است که رهبران خیلی به آن توجه ندارند و به آن بها نمی دهند. اولین دنباله رو کسی است که یک فرد تنهای مضحک را به یک رهبر تبدیل می کند. اگر رهبر را سنگ چخماق در نظر بگیریم، نخستین دنباله رو کسی است که جرقه تولید آتش را ایجاد می کند. دومین دنباله رو دیگر ورق را بر می گرداند. 3 نفر می شود یک جمع و یک جمع که دست به کاری بزند به خبر تبدیل می شود. مطمئن شوید که همه یک جنبش را ببینند. همه باید بتوانند دنبال روها را ببینند، چرا که این رهبر نیست که باعث پیوستن افراد می شود، بلکه هر طرفداری خود باعث جذب دیگر هواداران می شود. حالا جنبش دیگر به جریان افتاده و تازه اول کار است. اگر شما هم نسخه مشابه این آقایی هستید که مانند رهبر در این فیلم عمل کرد، یادتان نرود که اهمیت نخستین پیروانی که پیدا می‌کنید چقدر است و آنها را مانند یک فرد یکسان بپذیرید. آنها هستند که یک جریان را راه می‌اندازند و نه شما. ولی آیا می‌دانید بزرگترین درسی که آموختیم چیست؟ نقش رهبر بیش از حد ستایش می‌شود. بله، از یک فرد بدون پیراهن در این فیلم شروع شد و او تمامی اعتبار شکل دادن به این جنبش را به خود اختصاص داد، اما واقعیت اتفاقی که افتاد این است که این اولین دنباله رو بود که یک آدم تک و تنها را به یک رهبر تبدیل کرد. هیچ جنبشی بدون نخستین دنباله رو شکل نمی گیرد. به همه ما مدام گفته می شود که به رهبران خوب نیاز داریم، اما این یک روش کارآمد نیست. بهترین کار برای راه اندازی یک جنبش این است که با جدیت و اشتیاق آن را دنبال کنید و به بقیه نشان دهید چگونه دنبال روی شما باشند. اگر یک فرد تنهای مضحک دیدید که دارد کاری بزرگ می کند، جرأت به خرج دهید و نخستین کسی باشید که به او می پیوندید.